در ابتدای هفته نو استودیوی مرکزی رادیو زودین نگاه میاندازیم به حوادث تاجیکستان جهان. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع برنامه امروز 23 اپریل. ای سوربون آهسته‌ران در تاجیکستان اکنون دوستداران سبقت ماشین در کوچه‌های کشور را مجازات میکنند. مرطلبه در کابل نزدیک 60 نفر را کشت. ترکش در نزدیک زیهامی رخ داد که برای گرفتن کارت هویت آمده بودند. دیگه اینجا کاملا که زخمی‌ها سر در سر افتیده بود. سر در سر که مادر که فهمیده که خود شهید فهمید اولادش در بغلش. وضع بهتر شده است یا توجیکان مهنت دوستند؟ با وجود تحریم ها و بحران مالی در روسیه کاری مهاجران توجیک طلبگاران زیاد دارد. توجیکستان آمده ما را تلفن میکنن که خسته بیا که کار سر شده با ما خسته بلیت گرفته میریم. در تاجیکستان برای تشکیل سبقت غیر رسمی ماشین ها مجازات تعیین کردند. در آخر هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرفداری وارد کردن اصلاحات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری آواز دادند. طبق آن من بعد برای شرکت و تشکیل پایگاه ماشین در کوچه های کشور از 12 تا 15 هزار سومانی جریمه و یا تا 2 سال محرومیت از حق راندن واسطه نقلیات پیش بینی شده است. این مجازات به آنهایی هم که ماشینشان را برای شرکت در چنین سبقت های اجاره میدهند داخل دارد. در گذشته در تاجیکستان حادثه های داشتی جوانان با اصلاح اشراف زاده ثبت شدند که شبانگه پایگاه ماشین را تشکیل می‌کردند. اما در قانونگذاری مخصوص برای سازمان دادن چنین سبقت جزا وجود نداشت. امروز دو حمله در ولایت غربی باغدیسی افغانستان حیات 14 نفر اکثرا افسران پلیس و سربازان را از بین برد. به قول منصبداران افغان، گروه بزرگ آشوبگران به سربازان در ناحیه آبکمری حمله کرده چند تن را به قتل رساندند. تخمینا در همین وقت یعنی صبح 23 اپریل در ناحیه قدیسی همین ولایت آشوبگران 5 افسر پلیس را کشتند. تا حال کسی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. اما در مورد حمله روز یکشنبه که تقریبا 60 نفر را قربانی کرد، گروه دهشت افکن دولت اسلامی گفته است که کاری دستی آنهاست. مومن احمدی گزارش می‌دهد. وزارت بهداشت افغانستان میگوید شماره قربانی های بمبگذاری مرگ طلبانه در مرکز ثبت نام رای دهندگان به 57 نفر رسیده، شماره زخمیان از 100 نفر بیشتر است. مقامداران افغان از احتمال دور نمیدانند که شماره قربانی ها افزایش یابد. به قول خادمان وزارت امور داخلی افغانستان، مواد ترکنده زمان فعال شد که مرکز بر رای دهندگان منطقه دشت ارچی شهر کابل تقدیم تذکره های رای دهندگان را آغاز نمود. ما تقریبا 25 قدم دور از سایه انفجار بودم. وقتی که رسیدم ما با دستای خود، یعنی شما مشاهده میکنید که خون داره که بدون سیاست کسی که بالا بوده، بدون کسایی که مردایی که بوده، 2 تا نیروی امنیتی کشته شده. در این محل همسایه هستم. در اینجا همین انفجار که کرد که فهمید که من دویده آمدم، گفتم برو که ریاست تذکره را زده. همچنین دویده آمدم که اینجا 20 نفر زخمی مرد زن از این خود کشکشک کرد میرفت. دیگه اینجا کاملا که زخمی‌ها سر در سر افتیده بود. سر در سر که مادر که فهمیده که خود شهید فهمید اولادش در بغلش. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی حمله روز یکشنبه را محکوم نموده افزوده است که این عمل نمیتواند روند دموکراتیک کشور را ضعیف کند. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری در این منطقه کابل را که در آن اکثرا مسلمانان شیعه به سر میبرند بر دوش گرفت. در افغانستان تخمینا 10 میلیون نفر حق آوازدهی داشته، حکومت برای انتخابات پارلمانتی تیر ماه سال روان بیش از 7000 مرکز رایدهی تشکیل کرده است. منصبداران افغان اعتراف میکنند که نگرانی امنیتی میتواند بر روند انتخابات تأثیر گذارد. طالبان و بعضی گروه‌های دیگر مخالف حکومت افغانستان که بعضی گوشه‌های این کشور را تحت نظارت گرفتند، امکان دارند انتخابات را خللدار کنند. موضوع جهانی را ادامه میدیم. مخالفین حکومت ارمنستان دستور مقامات را نادیده گرفته روز دوشنبه در کوچه های یریون راهپیمایی‌های اعتراضی را ادامه دادند. تا حال سرنوشت رهبر مخالفین نیکول پاشینیان که دیروز بازداشت شد روشن نشده است. 11 روز این جانب مخالفین حکومت ارمنستان بر ضد انتخاب سابق پرزیدنت این کشور سرژ سارکسیان به مقام سروزیر اعتراض دارند. روز یکشنبه بعد اعلان بازداشت پاشینیان 10,000 نفر در میدان جمهوری یریون گردهمایی تشکیل کرده باری دیگر تاکید کردند که تا زمانی برکناری سارکسیان اعتراضهای روزمره دوام خواهند کرد.
برمیگردیم به تاجیکستان. با سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان و پیشرفت در رفع مخالفت‌های توشکن در مورد بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، ظاهراً شماره سرمایه‌گذاران این طرح مهم هم افزایش می‌یابد. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی خبرها درباره 2.5 میلیارد دلار آمریکایی خریداری شدن یوروبوندها از سوی یکی از بانک‌های معروف خارجی به چرخش درآمد. عبدالله شورف شورهیمو و دوننده خوب این موضوع در استودیو با من است. عبدالله سلام. و تا کجا این حرفا حقیقت دارند؟ در برخی از شبکه‌های اجتماعی خبر پیدا شد که بانک آمریکایی مری لینچ با 500 میلیون دلار یوروبوندهای تاجیکستان را خریداری کرده است و این مبلغ برای ساختمان نیروگاه راغون صرف می شود. اما تا هنوز وزارت مالیه که از نام دولت تاجیکستان صلاحیت نشر کاغذهای قیمتناک را دارد تصدیق نکرده است. ولی باید گفت که مسئولان این وزارت گفته بودند که کشور نیت دارد باز 500 میلیون دلار یوروبوندهایش را به فروش برآورد. یوروبوند یک نوع کاغذهای قیمتناک دولتی هستند که خریداران آن پس از یک مدت پول و بهره آن را بازپس میگیرند. عبدالله، اگر این خبر تصدیق خود را یابد، پس این باری دوم است که تاجیکستان یوروبوندهای خود را به فروش میبرد، درست است؟ بله شهلا، ماه سپتامبر سال گذشته هم تاجیکستان با فروش یوروبوندها 500 میلیون دلار را با مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد و ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون الکی صرف کردند. فروش یوروبوندهای تاجیکستان با سروری جمال‌الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی و داماد رئیس جمهور سال گذشته صورت گرفت و یک موفقیت او در سالهای اخیر توصیف می شود. اما عبدالله، آیا تاجیکستان قدرت سری وقت بازگرداندن این مبلغ با فایزهایش را دارد یا خیر؟ واقعا برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک آسیایی رشد هم این هشدارا را گفته بودند که پرداخت این قرض‌ها برای تاجیکستان دشوار خواهد شد و آنها از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با درصدهای گران نگران هستند، چون عین زمان تاجیکستان از کشورهای خارجی بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار قرضدار است. برای پرداخت قرض‌ها و فایزهای آن در کشور در بودجه سال 2018 1 میلیارد سامانه جدا شده است. تاجیکستان امسال برای پرداخت تنها فایز یوروبوندها انداز از استفاده برندگان راه را که باید امسال بیکار میشد باقی گذاشت، چون به گفته مسئولان فایده از این انداز به دست می آمده برای پرداخت بهره یوروبوندها خرج خواهد شد. تشکر عبدالله برای فهماندن این موضوع. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. موجان کوری توجیک سال گذشته از روسیه به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستادند. این رقم در مقایسه با آمار سال 2016 31% بیشتر ارزیابی می شود. رکود سخت اقتصادی و کم شدن جای کار در روسیه سال گذشته صدها هزار مهاجر تاجیک را مجبور کرد که به وطن برگردند. اما زیادشوی مبلغ‌های انتقالی مهاجران از کدام حساب است؟ از ساجیده میرزا میشنویم. با وجود بحران مالی و تحریم ها در روسیه، طلبات به مهاجران تاجیک در این کشور زیاد می شود. اگر قبلا تا 70% شهروندان تاجیکستان در ساختمان های روسیه کار می کردند، حالا به تدریج شماره آنها در بخش کشاورزی بیشتر می شود. این تمایل به آن ربط می گیرد که نیاز به پرورش میوه و سبزیجات در داخل خود روسیه افزایش یافته است. همزمان مهاجران آسیای مرکزی چون پیشتره در خواجگی های کمونالی جای کار پیدا می کنند. وقتی که کارو که سر شد با خط تاجیکستان آمده ما را تلفن میکنن که خسته بیای که کار سر شده، با ما خسته بلیت گرفته میریم. ما سال کار میکنیم در جای کار یک جا کار میکنیم که مثلا گپ سری وقت سومونا میگیریم همش توغریه یگان پرابلم نیست. میرنجام پیشینه کار کردیم مازیم همون که ابچیلا خیلی نوشمی هم میخره. هرچند مبلغ‌های انتقال داده مهاجران سال گذشته 600 میلیون دلار بیشتر از سال 2016 بود، ولی تحلیلگران میگویند در مجموع حجم ارسال پول از هر یک انتقال از 98 تا 150 دلار کاهش یافته است. وقتی مهاجران با خانواده‌شان میروند، متناسباً انتقال پول را به وطن کمتر میکنند. حالا کمتر یعنی تنها برای پدر و مادرشان میفرستند و خلاص. بنا به معلومات رسمی، سال گذشته پول انتقال داده مهاجران تقریباً 3/1 مجموع محصولات ملی را تشکیل داد.
ببینید شروع از سال 2010 تا سال 2016 به تاجیکستان بیش از 20 میلیارد دلار وارد شد. همزمان مهاجران تاجیک به مجموع محصولات ملی روسیه زیاده از 1 تریلیون روبل درآمد آوردند. هرچند بیشتری ها در این باره چیزی نمیگویند، ولی سهم مهاجران کاری از جمله تاجیکان در تولید مجموع محصولات ملی روسیه خیلی بلند است. پیشگویی می شود که در آینده نزدیک از حساب کاهش قرب روبل روسی حجم انتقال مبلغ مهاجران با دلار کاهش می یابد. تقریبا 86% پولهای انتقالی با روبل روسی صورت می گیرد. تحلیلگران می گویند چنین وضعیت به زندگی خانواده های مهاجران در تاجیکستان بی تأثیر نمی ماند. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان می‌گوید در چند ماه اخیر 10,000 متر اطلس و ادرس و اساساً از جانب هنرمندان خصوصی تولید شده است. کارخانه‌های استحصال اطلس که قبلاً در شهرهای دوشنبه و خوجند فعال بودند به دلیل فرسوده شدن تجهیزاتشان از کار باز ماندند. با استفاده از این فرصت سال‌هاست که رسته‌های متاع فروشی در کشور را اساساً اطلس و ادرس ازبکی و حتی چینی پر کردند. تا کجا این بازار هنرمندان تاجیک به دست خواهند گرفت در گزارش امردین اولیموف می‌بینیم. فراغت مینبوی و 1 سال است که ادرس بافی میکند. او در مرکز کسب آموزی شهر تورسونزاده این هنر را از بر کرده است. میگوید در یک روز 5-6 متر ادرس میبافد. ادرسی که ما استحصال میکنیم نخ پختگین بوده، رنگش نمیبراید. بیشتر شدن مرکز و کارگاه‌های اطلس و ادرس بافی در حالی است که اخیراً مقامات تاجیکستان گفتند استحصال این نوع متاع در کشور 10 مراتب زیاد شده است. با اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مرکزهای هنرمندی از اول این سال 44,000 متر متاع اطلس و ادرس استحصال کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 40,000 متر زیاد بوده است. سبب اصلی زیاد شدن استحصال اطلس و ادرس طلبات بیشتری بازار به این نوع متاعها گفته می شود. در بازارهای کشور انواع گوناگون اطلس و ادرس پیشکش خریداران است. اطلس در بهار این خود یک رمز بهاری است و دختران، زنهای کارگر، دانشجویان و طلبگان مکتب به بر میکنند. عروسان بالاپوش‌های و لباسی زنانه. خورشید ستارов طراح تاجیک میگوید سبب اصلی سرطلبات شدن اطلس و ادرس در بازارهای کشور تبلیغ لباسهای ملی از سوی مقامات و طراحان است. من مشاهده میکنم که سالهای آخر، مثلا نیم سال آخر بعد از نمایش چند کلکسیونی که من نشان دادم، همون لباس ها، همون رویه، همون استیل، همون گلدوزی های و آماده کردن با لباس اطلس و ادرس و با این چیزا به نهایت زیاد شده است که مثلا دیگر دوزنده هایی که مثلا هستند آنها نیز از روی این نسخه برداری کرده و این تقلید کرده لباس آماده میکنند تا مثلا به مردم دسترس باشد. اطلس و ادرس وطنی در بازار رقیبی سخت دارد. تاجران این نوع متاعها را از ازبکستان هم وارد میکنند. ادرس و اطلس ضروری برای دوخت یک کرته زنانه از ازبکستان 250 سامانی می باشد. این در حال است که ادرس و اطلس استحصال داخلی تا 150 سامانی فروخته می شود. استحصال کدام کشور با شما معقول است؟ ازبکستان. برای چی؟ هم نسخه هاش عجایب است. نسخه های اطلس خودش، رنگش هم با من بسیارتر معقول است. در برابر نیلوفر کم نیستند بانوانی که با اطلس و ادرس استحصال ازبکستان برتری میدهند. استحصال کنندگان داخلی میگویند تلاش دارند تا مالشان با متاعهای تولید کرده کشور همسایه رقابت پذیر باشد. و مقامات تاجیکستان میگویند با وجود گذشت 6 سال از ناپدید شدن عبدالواصل لطیپوف، یکی از فرماندهان سابق جنگ شهروندی او را پیدا نکردند و جستجوی او ادامه دارد. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که تا حال نشانه را از او دریافت نکردند.
با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. خبرگزاری‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهدار هر یکی شما باشید.